عینکو بذارم و بریم تو اون یکی وایب. عینکو نمیذارم توی اون یکی ویدیو، واقعا اذیت میشم. آستیگماته، بعد سردرد میگیرم، بعد جور سردرد میگیرم. ولی خب ما چایی داریم اینجا. 2 ساله تقریبا 2 ساله داره از این میگذره که من اون چیزی که دوست داشتم رو انتخاب کردم، یعنی که اون چیزی که فکر میکنم دوست دارم رو انتخاب کردم. 2 ساله دارم براش تلاش میکنم ولی هنوز نتیجه ازش نگرفتم. حس میکنم وقتم رو هدر دادم براش، یا شاید هم هدر ندادم، تجربه کسب کردم. این حرفای کلیشه‌ای. هر چقدر که رفتم جلوتر، خب پیشرفتی توی نتیجه کار ندیدم، ولی پیشرفته رو توی خودم دیدم. یعنی الانم دارم میبینم، الان که تازگی بیشتر شده، ولی هنوز من نتیجه ازش نگرفتم. اون نتیجه‌ای که مد نظرم هنوز نگرفتم. نمیدونم، شاید هدر دادم وقتو، شاید نمیدونم، ولی حس هدر دادن خیلی بیشتره. خیلی داره اذیتم میکنه تازگی‌ها. ببین تا 1 ماه پیش اونقدر اذیتم نمیکرد. اینکه حس میکردم دارم وقتمو هدر میدم، اینکه دارم زمانمو به بتالت میگذرونم. درسته بهش علاقه دارم، در اون تایم لذت بردم، ولی بعد از اون که منتظر نتیجهش بودم چیزی دستگیرم نشده. ولی خب هنوز دارم ادامهش میدم، هنوزم دنبالشم. یکم زودتر نسبت از بقیه کسایی که دنبال اون چیزی هن که دوست دارن انجام بدن اون چیزا رو پیدا کردم. بعضیا خیلی سردرگمن، میرن جلو، ولی من شاید این شانس رو داشتم زودتر پیداش کردم، ولی این زودتر پیدا کردنه پیش تفاوتی با حالم نکرده. فقط دغدغه‌ام بیشتر شده، دغدغه‌های عجیب غریب که همسنای من الان دارن چیکار میکنن، همسنای من فلانن. اون حس نابرابریه واقعا داره اذیتم میکنه. دغدغه زیاده، همش فکرم درگیره، اینکه این کارو الان باید انجام بدم یا اون کارو باید الان انجام بدم. اگه اینو ول کنم ضربه‌ای به اون یکی میزنه. همش ذهنم شده همین، ذهن، فکر، درگیری، همش شده همین. مثلا کسی رو میبینم، گفتم تو اپیزود قبلی هم گفتم، میبینم که مثلا از من بهتره، از من خفن تره. شاید هم اون شرایط بیسیکی که شروع کرده شرایط بهتری از من بوده. خب اون مقایسه کردن خودآگاه نیست، ناخودآگاهه. اینطوریه که ملت وقتی میخوان مقایسه کنن خودشون با بقیه، چطوری بگم، یعنی خودشون رو در معرض مقایسه با بقیه میبینن، میگن نه بابا ما کاری نداریم، هر کسی مثلا هر چی داره لایقشه و لیاقتشه و حسادتی نیست و کلا همین اینه. ولی اون چیزه، اون حسادته ناخودآگاهه، اون مقایسه کردن ناخودآگاهه. من تازگی کتاب خوندم، خیلی رو فکر کردنم خیلی تاثیر داشته، نحوه فکر کردنم، مقایسه کردنم با بقیه، چون من خودمو دیگه خودآگاه با بقیه مقایسه می‌کردم. خیلی داشت منو اذیت می‌کرد. اینکه سردردهای میگرنی شدید، حتی سردرگمی خیلی. احتمالاً شما هم همچین تجربه‌ای داشتین. یه مثالی میزنه تو اون کتابی که من خوندم، کتاب نردبان شکسته The Broken Ladder. اگه دوست داشتین بریم بخونین، خیلی جذابه. اون نابرابری ناخودآگاهه. مثلا فکر کن یکی همسایته یه ماشین خفن خریده، یا دوستته ماشین خفن خریده. تو با خودت میگی که، یا بهش میگی که خفن، مبارک، دمت گرم، بوم، ترکوندی، پوزتو میدم. اینه صحبت دیگه. و حتی طرز فکر خودآگاه هم همینه. باش میری یه دور میزنی با همون رفیقت، میری یه دور میزنی، میبینی به چه ماشینی و لذت و اینا، اوکیه، همه چی اوکیه، رفیقمو پوزشو میدم و تو یه تیمیم و اینا. بعد وقتی برمیگردی خونه، شب میخوابی، صبح بیدار میشی که بری سر کارت، یا اینکه حالا بری سراغ کار و اینات، میش سوار ماشین خودت میشی، ماشین خودت 100 درصد از اون پایین‌تره. مثلا من شرایط فرضی دارم درست میکنم، مثلا کتابه.
یواش یواش ایوای ماشین جلو چشمت میان. اینجاش کهنه بود. اینجاش یه کمی خط و خش افتاده. اونجاش اینجوریه. صداهای ماشین یواش یواش میان تو چشمت. دقیقاً مثل همون قضیه سیبیله که گفتم توجه نمی‌کردم که کسی سیبیل گذاشته. الان که سیبیل گذاشتم احساس میکنم همه سیبیل گذاشتن، چون خیلی بیشتر بهش توجه میکنم. ما یه جایی پیش شخصی کار میکردیم، یه دوری زندگیم کار میکردم اونجا. بعد اینکه تو کار دکوراسیون بود دیگه. بعد من دقت نمیکردم به اون کاری که انجام میدادیم قبلا، ولی وقتی که توی اون کار رفتم دیگه دقت میکردم. خب این قضیه هم دقیقاً قضیه همونه. وقتی که در معرضش قرار بگیری دقت میکنی بهش، به اون شرایط دقت میکنی. خود نویسندم راجع به این قضیه صحبت میکنه، مثال خودشو میزنه. میگه من بچگی خیلی آدم نداری بودم، خانواده‌ام هم ندار بودن، اصلا نداشتن. ولی این قضیه اونقدر ذهن منو درگیری نمیکرد. من بچه بودم، اونقدر چیزی نبود که بخوام راجبش فکر کنم. اونقدر هم چیزی نبود که بخوام خودم اذیت کنم راجبشون. بقیه رفتار عجیب غریبی بام نداشتن. بعد اینکه هر بارم میرفتم بوفه که غذا بگیرم، ظرفمو میدادم، غذامو تحویل میگرفتم. بعضی وقتا متوجه شده بودم که بقیه دارن یه پولی میدن، ولی اونقدر برام اهمیتی نداشت، چون منو تحت تاثیر قرار نمیداد. اینکه من دارم غذامو میگیرم، بشقابو میدم، غذامو میگیرم، همین. نویسنده در این حد چیز بوده. نمیدونم کتابخون هستین یا نه، ولی کتاب خوندن خیلی حال میده. خیلی اون مثالایی که نویسنده میزنن راجع به غذا و اینا، حالا رمان و اینا رو نمیگم، رمان اینا کلا قضیهش متفاوته. قلوب چایی بزنیم. کیکی هستی هم اینجاست آوردم، ولی فکر نکنم بخورم. KTG ولی نمیخورم. اوکی. ولی رمانا اینطوری نیستن. حالا اون داستان رمانا اونقدر برام من جذاب نیست. حالا شاید اومدم خوندم. بعد که میره جلوتر میگه اون مسئول بوفه عوض شد یه نفر دیگه اومد اونجا. مسئول بوفه بود، یه خانم جوان بود، خیلی خوشگلم بود و یه لاغر اندامم بود تقریبا. بعد که میرم جلو طبق معمول همیشه، میرم ظرف غذامو بهش میدم که غذا برام بریزه، میگه که $1.25 باید بدی. همونجا دنیا رو سرم خراب شد. افتادم منمن کردن. حتی یه سنت هم نداشتم، هیچی پول نداشتم. اونجا اصلا برام شده بود برج زهرا، اصلا اونجا انگار شده بود جهنم. دوست داشتم همه چیمو بدم، که در واقع هیچی هم نداشتم که از اون شرایط خلاص شم. تا اینکه خانم مسنه که تو مدرسه کار میکرد، حالا تو نظافت چی بود اینا، اومده جلو و اینکه به اون خانم جوونه که تازه مسئول بوفه بود گفت که حالا نمیدونیم چی گفت، یه زمزمه تو گوشش کرد. اون زمزمه تو گوشه باعث شد که من دوباره برگردم به روال قبلا. دوباره غذامو گرفتم و برگشتم، رفتم غذامو خوردم. موقع غذا خوردن یه فکری حالا تو ذهنم الان پدیدار شده، یه فکری که قبلا اونقدر به توجه نمی‌کردم. یه چیزی که بود توی دور و برم بود، یه جزئیاتی که توی دور و برم بود اصلا بهش توجه نمی‌کردم، الان دارم بهشون توجه می‌کنم. حالا اون جزئیه چیه؟ اینکه می‌بینم بقیه نحوه صحبت کردنشون فرق می‌کنه. می‌بینم که مثلا مدل موهاشون فرق می‌کنه، مثلا کفشاشون خیلی با زرق و برق‌تره. درست همه لباس فرم داشتیم، ولی اون لباس فرم هم بازم فرق میکنه. اونا شسته رفته تره، اتو کشیده تره، حس نو بودن با آدم دست میده، ولی مال منه. ببین کلا میخوام چی بگم اینه که حالا این مثالو زدم، میخوام بگم که اون حس مقایسه کردن هست الان تو این سنی که ما هستیم، حتی بیشتر. خب مثلا اون بازه 18 تا 25، حالا حتی کمتر هم هست. اون حس نابرابری الان خیلی داره اذیت میکنه. و اینکه این حس نابرابری هم با اینکه داریم فضای مجازی رو نگاه میکنیم هر روز اسکرول، حس نابرابری بیشتر شده. یه دکترم میگفت که حس فقیر بودن خب بدتر از فقیر بودن با آدم ضربه میزنه، بیشتر از فقیر بودن حتی. منظور اینه.
کلا ذهنم شده بود این تا اینکه این کتاب باش آشنا شدم که کلا راجع به مقایسه کردن اینا بود. مقایسه کردن که نه، راجع به نابرابری و ایناست. حتما بریم بخونین، حتما بریم بخونین. یا فقط یه تیکه‌ای ازش گفتم که خیلی جذابه، حتما بریم بخونین. حالا این تصوره، این دغدغه نابرابر بودنه خب خیلی بیشتر شده. قبلا دغدغه چی بود؟ خب قبل از اینکه ما فضای مجازی رو داشته باشیم، دغدغه این بود که خونه داشته باشم، ماشین داشته باشم، اینکه یه درآمد معمولی خوب زندگی کنم، زن و بچه اینا. دغدغه این بود. اینکه بیسیکش این بود، همه دور و بریا همین بودن، همین دغدغه همین بود. ولی الان ما چیزای عجیب غریب داریم میبینیم توی همین اسکرول کردنه. الان مثلا دیگه یه نفر رو یات میبینی دغدغت میشه یات. مثلا یه نفر میبینی توی یه رستوران توی ناکجاوت وسط دریا داره مثلا یه چیزی میخوره، دغدغت میشه اون. کلا داره تاثیر میذاره رو این دغدغه. بعد حالا احساس میکنم این دغدغه ایجاد کردن حالا هدفمنده. نمیدونم، شاید خیلی کلیشه‌ایه ولی خب احساس میکنم خیلی هدفمنده این دغدغه ایجاد کردنه. شما چی فکر میکنین؟ بگین حتما. حالا این دغدغه، این که چطوری میتونی باش دست و پنجه نرم کنی، واقعا سخته. واقعا سخته. هنوز خودم هم دارم باش دست و پنجه نرم میکنم. اصلا آدم پروفشنالی نیستم تو این قضیه ها. انگشتامو نمیخوام طوری کنم که همه میدونن. ولی احساس میکنم چند تا راه داره، ولی من هنوز پیداش نکردم. شاید هم چند تا رو پیدا کردم. میگم حالا بعد از اینکه این دغدغه‌های جدید برام شکل گرفتن، خب نمیگم آدم هدف نداشته باشه. مثلا یکی هدف داره که خواننده شه، آرتیست شه، یکی هدف داره که نقاش بشه، یکی هدف داره که میخواد توی بیزنسی مثلا چیز کنه. اینا اوکیه، اینا رو دارم میگم، اینا بیسیکه. ولی وقتی که داریم اسکرول میکنیم، داریم همه چیزی رو میکنیم این بر اون بر، چیزای جدیدتر میشه دغدغه. حالا نمیدونم، من چند تا چیز بزنم خورد همونا رو گفتم. شما اگه مثال بالاتری دارین بگین. حالا مثلا نمیدونم اون چینو داشتنه، اون نمیدونم اون برند، نمیدونم هودیو داشتنه مثلا میشه دغدغه. برای کسایی که کمتر اون با اون شرایط زندگی واقعی آشنا شدن، این همچین فکری دارن که دغدغه میشه اون. بعد اینکه دغدغه ها بالانس زندگی رو به هم میریزه، کاملا بالانس زندگیمو به هم ریخته. الان مثلا من قبلا چی بود؟ فکرم این بود که اوکی من این کارو انجام میدم، نتیجهش میشه این، تمام شد رفت. حالا که با خودم دارم فکر میکنم، دغدغه‌هام بیشتر شده، میگم که این مقدار کاری که برای اون دغدغه میخوام کافی نیست. این مقدار کاره اصلا کافی نیست. با خودم دارم فکر میکنم، ولی اون دغدغه‌ها اصلا بی‌معنی ان. اون دغدغه‌ها اصلا جنبه مفیدی ندارن، صرفا اذیت کردن خودته. فکر رو داشتن، اون پیش زمینه رو داشتن، اینکه اون دغدغه الان برا منه. بالانس کار و زندگیت به هم میخورن. تو الان مثلا داری کار میکنی، مثلا صبح داری کار میکنی، حالا هر کاری، نمیدونم درس خوندن، کارته، حالا هر چی، از صبح داری کار میکنی، یه قلوب چایی دیگه احساس میکنم نیاز. قرار بود بدون کات کلا بریم جلو، ولی دیگه هم رو همونیم دیگه، بدون کات میریم جلو. ولی چای همیشه هست، یکم هم سرد شده ولی جوابه. اون حسی که باید رو میرسونه. کلا بالا زندگی رو به هم ریختم. من از صبح میرم مثلا دارم اون کاری که میخوام انجام میدم، اون کاری که میدونم که باید کارم دیگه، باید اون رو انجام بدم. موقع کار ذهنم درگیری که چطوری میتونم اینو بهره من، چطوری بگم، بیشتر بهره ازش ببرم، بیشتر بهره مندش کنم. نمیدونم بهره مندش کنم کلمه درستیه یا جمله درستیه، جمله درستی نیست. بعد اینکه موقع استراحتم هم میشه، فکرم پیشش درگیری که چیکار کنم. اینکه اینو واقعا درست انجام دادم، حتی دغدغه بهتر کردنش هم نیست، حتی اینکه این درست انجامش دادم یا نه، اینکه حتی این کافیه یا نه، اینجور چیزایی. بعد وقتی که میرسه به تایم استراحت دیگه کلا کار تعطیل، مثلا عصر و اینا، تا شب، تا وقتی که میری بخوابی، ذهنت درگیره. من خودم همین ذهنم درگیره، وای اینجوری کنم، وای اونجوری کنم، چرا اینجوری شد، اون چرا اونجوری شد.
اینا همش از اون دغدغه‌ای بی خوده میاد. خب هم تایم کارتو ازت میگیره، بهره‌وری تو اونجا کم میکنه، هم بهره‌وری تو زمان استراحتت کم میکنه. اینکه استراحت کنی و اون از اون استراحت لذت ببری، فرسایش ذهن ایجاد میکنه. بعد حتی وقتی هم که خوابی، موقع خواب بازم داره اذیت میکنه، بازم داره شکنجه میده. چرا؟ همش با ذهن خودم دارم خودمو شکنجه میدم. الان مثلا کار میکنم، کارا رو میدونم به بهترین نحو ممکنی که میشده الان انجام دادم. همیشه جای پیشرفت هست، همیشه توی ریاکشن ویدیو هم میگم که هیچی 10 از 10 نیست. خب بازم یه ترک رو 10 از 10 دادم، منم خاطر استیک ازش میگیرم. هیچی 10 از 10 نیست، همه چی جای پیشرفت داره. خب این همه چی جای پیشرفت داشتنه اوکیه، من دارم کارامو انجام میدم به بهترین نحوی که الان میتونم انجام بدم. خب بعد حالا برمیگردم استراحت کنم. استراحت کردنم بازم خراب میشه، به فکر کارم. بعد جالب یه سری چیزا هم هست که موقع کار به فکر تفریح میگه کاش تفریح کنم، موقع تفریح کردن به فکر کاره. هر دوتا رو خراب میکنه، بالانس رو به هم میریزه. اون دغدغه‌ای بی خود داشتنه. نمیدونم، شاید دغدغه داشتنه دلیل اصلیش نیست، ولی دلیل اصلی احساس میکنم چون اکثر ملت اون کاریو که الان دارن انجام میدن یا اینکه حداقل مجبورن انجام بدن، اون کاری نیست که علاقه‌ای دارن بهش، اون کاری نیست که پشنشون این باشه. چون الان شرایط ایران اونطوری نیست که بتونی حتما پشنتو به پول تبدیل کنی، حتما اون چیزی که بهش علاقه داری رو به پول تبدیل کنی. معمولا میرن کار میکنن که یه پولی، یه درآمدی چیز داشته باشن که توی اوقات فراغتی که دارن یا تایم آزادی که دارن به اون پشنی که دارن برسن. کلا اینطوریه، بیسیک اینطوریه. خب از این ور به فکر اینه که پول در بیاره، پس تفریحم چی کار کنم، اون چی کار کنم. وقتی که موقع تفریح میرسه، وای از کارم زدم، رئیسم این کار نکنه، پول خوب نمیگیرم. این همچین چیزی هر دوتا رو به هم میزنن. وقتی که نابرابری رو میفهمی، دغدغه توت ایجاد میکنه، ناراحتی توت ایجاد میکنه، احساس فقر به دست میده. حتی خیلی از دسته آدمایی هم که حتی متوسط رو به وضعیت مرفه دارن، خب یه سری از کسایی رو میبینن که حتی بالاتر از خودشونه، بازم اونا یه همچین حسی بهشون دست میده، اینکه عقبن. همون جریان دست بالای دست زیادیه، بسیار است، زیادیه که نه، بسیار است. نمیدونم شاید این بالانسه چطوری برش گردونه، هنوزم برای خودم سواله، ولی خب بازم احساس میکنم به یه راه حلایی رسیدم، دارم هندلش میکنم. درسته به سختی ذهنم درگیره، ولی دارم هندلش میکنم. حالا تو این هیریویری این وسطا یه سری کسایی هستن که میان مرد الانو، خب یا مثلا آدم الانو قدیما مقایسه میکنن، میگن وای قدیما، منظورم حالا 400 500 سال پیشه، مثلا یا 200 سال پیش، میگن قدیما ملت بلند میشدن میرفتن سر کار بدون اینکه به این توجه کنن که خوشحالن، ناراحتن، یا اینکه افسردن، یا هر کدوم از اینا. اصلا اون موقع با الان قابل مقایسه نیست به نظرم. اصلا تفاوت کار کردن دارن اون موقع. حالا چرا میگم اون موقع با الان قابل مقایسه نیست؟ اصلا قابل مقایسه نیست. اینکه اون موقع دغدغه ها چی بود؟ دغدغه این بود که من برم سر کار، پول در بیارم، برگردم خونه. مشخص بود که چی میخوای، مشخص بود که چطوری پیش میره، کاملا مشخص بود. یعنی هیچ پیچیدگی جدایی نداشت، نیاز به تصمیم گیری عجیب غریبی نداشت. مثلا ملت کشاورز بودن، دامدار بودن. کار چی بود؟ بریم سر زمین، این کار از این تایم تا این تایم این کارو انجام بدیم. همین. درگیری ذهنم نداشت موقع کار کردنه. کار یدی درگیری ذهنم نداره. خب همش کار بدنیه و اینکه ذهن اونقدر درگیر نیست. الان دیگه اون قضیه اون موقع گذشته. الان دیگه ما به اون صورت کار یدی نداریم. الان اون موقع کشاورزا مثلا کار میکردن، نمیدونم 6 ماه 4 ماه 5 ماه کار میکردن برا سر زمین، بقیه‌اش هم که منتظر بودن که گیاه رشد کنه. اون موقع کار میکردن 5 ماه 6 ماه، الان همون 5 ماه 6 ماه توی 1 هفته انجام میگیره. دیگه ما اون کار فیزیکی به اون صورت نداریم. خب
ببین همه اینا رو میخوام به چی برسم؟ همینا رو میخوام به این برسم که دغدغه‌ای که اون موقع داشتیم با دغدغه‌ای که الان داریم فرق میکنه. پس مقایسه کردنش هم مقایسه کردن منطقی نیست. الان اندروتید مثلا مقایسه میکنه. یا همین مثلا کی بود؟ میگه 100 میلیارد تومان مثلا ماهیانه خرجت خونمه. نمیدونم خرجت زندگیمه مثلا. تهش هم پکیج فروشن همشون. بازم چایی. نه حتما وقتی داریم پادکست گوش میدین یا که میبینین چایو بیارین. پیشنهاد حالا خودتون میدونین، اگه چای هم دوست ندارین قهوه اوکیه، حداقل یه نوشیدنی داشته باشی. نمیدونم شاید حال میده. حالا این پکیج فروشی که دارم اون موقع رو بالا مقایسه میکنم. خب یه چیز دیدم، یه استندآپ کمدین هست، جیم کری نیست، جیمی کر، نمیدونم دارم اسمشو درست تلفظ میکنم، مثلا نمیدونم دارم اسمشو درست میگم یا نه. این کمدینه. یه نفر یه سوال ازش پرسید، چند روز پیشم استوریش کردم. یه سوال ازش پرسید که نظرت راجع به اندروتید چیه. جمله خیلی باحالی گفت یه کتاب کمیک هست، اسم کتابم یادم نیست بازم مشکل فراموشی اسم کتاب یادم نیست. میگفت که توی اون کتاب 5 سال پیش راجع به ترامپ یه نظر داد. اون نویسنده توی اون کمیک یه نظر داد. گفت ترامپ ایده یه آدم ضعیفه، ایده یه آدم فقیره از یه آدم پولدار. ترامپ اون ایده است. میگفت اندروتید هم دقیقاً همینه. اندروتید هم ایده یه پسر بچه مثلا 10-12 ساله، مثلا 14 ساله که از یه مرده. یه مرد چه شکلیه؟ اینجوریه. من خیلی وقت دنبالش میکردم، اندروتید رو خیلی دنبال میکردم، اینکه حتی اون موقع یه انگیزه ازش میگرفتم، ولی اون انگیزه داشت منو تخریب میکرد. رسما به جای اینکه منو ببین من یه پیشرفتی حاصل میکنم که از اون پیشرفت لذت ببرم، ولی وقتی خودم تو این راه دارم خورد میشم، اون چیزی که بهش رسیدم بشه دردی میخورم. خودم که خورد شدم، خودم نمیتونم ازش استفاده کنم. حالا تو پرانتز اینو بگم، شاید اصلا این قضیه پرطرفدار نیست این چیزی که میخوام بگم، شاید هم با هیت چیز مواجه شه. اینکه خودت اولویتی، حتی به خانواده، حتی به رفیقا. مثلا من الان یه پولی داشتم، یه پولی درآوردم مثلا، خب یه عددیه، به جای اینکه اینو بدم به خانواده‌ام که مثلا بیان یه کاری انجام بدم، مثلا نمیدونم ماشین بخرن یا مثلا از این جور چیزا، مثلا نمیدونم ست فرش رو نو کنن، همچین چیزی، مثلا من یه مقدار پول دارم، خب حالا بیام چیکار کنم؟ اون مقدار پولو نمیدم به خانواده‌ام. درسته شاید در اون لحظه فکر کنی که خانواده دوستانه نیست، خرج کار خودم میکنم. خب نه اینکه بدم چرت و پرت، مثلا نمیدونم بدم دختر بازی و مثلا ویلا، نه، خرج کارت، خرج اون چیزی که پشنشو داری خرجش کنی، در ادامه در آینده 10 برابرش رو میتونی چیز کنی، برای خانواده‌ات خرج کنی. ذهنیت هم اینطوریه، اولویت اول خودت، اولویت اول خودمو که استیبل کردم بقیه رو میرسونم به جای استیبل. اینجور چیزیه. حالا نمیدونم طرز فکر شما چطوریه، حتما بگیم بهم. احتمالاً احساس میکنم طرز فکر اوکیه، یا شاید هم مشکل داره. اگه مشکل داره بهم بگین. چون ببین وقتی خودت توی حالت استیبل نیستی، چطوری میخوای بقیه رو به حالت استیبل برسونی؟ اینجوریه. کلا قضیه اینه. حالا من با اندروتید قبل یه زمانی موافق بودم، الان دیگه اونجور موافق نیستم. حالا برگردیم سر همون موضوع، پرانتز بسته اینجا. دیگه کار کردن اون موقع دغدغه چی بود؟ دغدغه ما نداشتیم رسما، دغدغه ذهنی ما نداشتیم. کار مشخص بود، حقوق مشخص بود، تکلیف مشخص بود. الان اونطوری نیست. الان اون کار فیزیکی از بین رفته، ما دیگه داریم کار ذهنی انجام میدیم. یه دوستی توی چیز داشتم میدیدم، توی پادکست مصطفی و نیما داشتم میدیدم، در ستایش تنبلی، خیلی باحال بود. دیگه داشت میگفت که نمیدونم چطوری توضیحش بدم، شاید یه کمی بذار اینطوری بگم که الان مثلا قبلا میرفتن، مثلا یه نفر یه حجه داشت، مثلا همون خودشو بزنن، یه حجه داشت مثلا، خب فرش فروش بود، کرکره رو میکشید بالا، میشه چای خوردن و صبحونه خوردن و مثلا گپ و گفت با بقیه بازاریه تا وقتی یه مشتری بیاد.
خب دارم میگم سطح کلا تفکر اون موقع فرق میکرد با الان. سطح دغدغه ذهنی داشتن خیلی کمتر بود نسبت به الان. حتی کنکورم الان بخوایم حساب کنیم همونطوره. کنکور 10 سال پیش، اون موقعی که 10 سال پیش مثلا میشد باش دکترشی، خیلی راحت تره تا الان. الان شما برین تستای همون موقع رو بزنین متوجه میشین که اون موقع خیلی راحت بود. خب الان امکانات بیشتر شده. همون قضیه کشاورزی مثل همون امکانات بیشتر شده. این امکانات بیشتره، سختیای بیشتر ذهنی میذاره جلو دست و پای ما. بیشتر ذهنیه دیگه. اون تلاشی که ما داریم میکنیم برای اینکه بهتر شیم، اون تلاشی که ما داریم میکنیم برای اینکه زندگی بهتری بسازیم، اون تلاشی که ما داریم میکنیم برای اینکه پیشرفت کنیم توی زندگی، همش از ذهن میاد دیگه. اون کار یدیه به اون صورت دیگه صورت نمیگیره. خب که کار دقیقاً مشخص باشه. ما هر روز که بلند میشیم باید یه سری تصمیم‌ها رو بگیریم. یه سری تصمیم‌ها پشت سر هم، پشت بند هم، چطوری بگم، بی توقف، بی وقفه. باید همش پشت سر هم دیگه تصمیم بگیریم. این تصمیم گرفتنهای زیاد باید یه استیبیلیتی داشته باشی. الان میگن که مثلا چه دپرسی، یا مثلا نمیگم که دپرس بودن خوبه، مثلا اوکی اونو بخوام توجیه کنم، یا اینکه ناراحت بودن رو بخوام توجیه کنم، نه، قضیه اینو نمیخوام بگم. میخوام بگم که الان بیشتر کارا چون ذهنی شده، پس اون افسرده بودنه، پس اون ناراحت بودنه واقعا تأثیر داره توی اون بازدهی که داری. اینطوری نیست که ایگنورش کنی بره، اونطوری که اندرو تیت میگه. این اصلا اینطوری نمیشه. جریان اصلا اینطوری پیش نمیره. چون من تمام چیزی که دارم از ذهنم داره سرچشمه میگیره. وقتی که اون سرچشمه ذهنم مشکل داره، الان ناراحتم، نه اینکه نازک نارنجی بشی یا مثلا راجع به هر چیزی ناراحت چی، هر چیزی رو تاثیر بذاره، نه. آدم ربات که نیست. یه فیلمم تار، اگه ندیدین بریم ببینین. اونم یه جمله خیلی باحال داره راجع به یه رهبر ارکستر. حالا دیگه بریم ببینین، بازم اسپویل نمی‌کنم. قسمت‌های بعدی اسپویل، قسمت‌های بعدی پادکست. یه جمله باحال داره، یه جمله خیلی ملموس که نمیدونم ملموس گفتن درسته یا نه. میگفت که ربات نباش. به یکی از اون شاگردایی که داشت میگفت ربات نباش، حس داشته باش. خب الان مثلا این یه سریا هستن، خب حالا اینم بازم تو پرانتز میگم، با کار کردنشون به بقیه فخر میفروشن. بابا طرف مثلا میگه وای من دیشب نخوابیدم، صبح رفتم سر کار، عصر برگشتم، نمیدونم بازم رفتم فلان کارو کردم. الان چی کار کنم؟ برای خودت این کارو کردی. اینکه به من ربطی نداره. حالا این قضیه رو گفتم تو پرانتز، واقعا رو حسابمه. کسی که اینجور اشخاصی رو میبینین ازشون دور بشین. یه طرف داره میگه من کار کردم، خب چیکار کنم؟ اگه میای پولتو بدی به من که دمت گرم، میگم که دمت گرم کار کردی، بمب پشتت هم چجوری؟ من که کار نکردی. پس اون چیزا رو بذار کنار، فخر فروختن رو گذاشته بذار کنار. حالا پرانتزو ببندم. اینکه من الان ذهنم وقتی درگیره چطوری میتونم اون کارا رو به بالانس ترین، به اون بهترین شکل ممکن انجام بدم. خب این کلا اینو میخواستم بگم که در جواب اونایی باشه که میگن که نمیدونم دپرشن مال چاقالاست، دپرشن نمیدونم چی. ببین سوپرانو رو بریم ببینین. بازم یه فیلم دیگه معرفی کردم. سوپرانو رو هم بریم ببینین، اونجا متوجه میشین که دپرشن اصلا چیز عجیبه، چیز چطوری بگم، اینطوری نیست که فقط برای چاقالا باشه مثلا همچین چیزی. نه اصلا اینطوری نیست. آدمیم. وقتی که همه چیز از فیزیکی بودنه به ذهنی بودنه داره میره، حتی از کجا معلوم 2 روز دیگه، مثلا 2 روز دیگه که نه، چند سال دیگه یادید ما که متصدی توی فروشگاه نداریم، متصدی توی بانک نداریم. اینا کار فیزیکی محسوب میشن دیگه تقریبا. حتی جلوتر که میریم، هر چقدر که بریم جلوتر، حتی مثلا ممکنه کارگری ساختمون هم دیگه نباشن. دیگه همه اون کارهایی که یه ربات میتونه جاشو بگیره، جاشو میگیره. حتی الان هم ادیت که مثلا این کارا چیز محسوب میشه، مثلا اونقدر یدی هم نیست. الان ادیت هم مثلا ای آی انجام میده، به دی ای آی میتونه برات انجام بده.
هر چقدر که داریم پیشرفت میکنیم حالا بهتر و بهتر میشه. دغدغه ذهنی الان بیشتر شده، پس باید ذهن آروم داشت. حالا این ذهن آرومه همشون دغدغه‌ها دارن منو اذیت میکنن. اول اینکه اونو چاره ندارین جز اینکه خودتون در معرضش قرار ندین. خب و اینکه حالا یه قضیه دیگه هم هست، اینکه تفریح الان زجر پیری، یا مثلا تفریح پیری زجر الان، قضیه که همیشه هست. ولی من با یه قضیه، با یه شیوه دیگه با این مواجه میشم، یا خودم مواجه میکنم باش روبرو میشم. اینکه بالانس رو نگه دار. یه سری از تفریحایی که الان میتونی بکنی، خب توی 60 سالگی 70 سالگی نمیتونی بکنی. یا اینکه حداقل اون کاری که الان میتونی کنی، کیفی که الان بهت میده خیلی بهتر از اون که اون موقع بهت بده. خب زندگی یه باره، ما اینجا اومدیم زندگی کنیم، نیومدیم کار کنیم. زندگی یاد بگیریم، بفهمیم دنیا چیه، از این حرفای کلیشه‌ای. بازم نمیدونم، من احساس میکنم بالانس نگه داشته شه. خب اینکه کار به جای خودش، تفریح جای خودش، حرف بازم کلیشه‌ای، ولی احساس میکنم اینطوریه. دست کمش گرفتن خیلی. شاید هم دست کم نگرفتنش، من دارم اینطوری فکر میکنم که دست کم گرفتنش. یه کات بدیم برمیگردم. این دوربین قطع میشه نیم ساعت یه بار، بعد من مجبورم یه کات بدم برگردم. گفتم که پادکست ها کات ندارم، ولی خب دیگه یه دوربین بگیرم دیگه بی کات میشه کلا. کیکی از یه چه بمبیه مزه، عشق و حال. جاتون خالی. مثلا کیکی از دیگه بریم بگیریم سر کوچه دارم میشه. همیشه اون رو دست کم میگرفتم، اون بالانس رو. ولی الان دیگه احساس میکنم که تاثیر خیلی مهمی داره، چون من زندگیم بر اساس تصمیما داره میره جلو. احساس میکنم شما هم همینطورین دیگه. الان زندگی بشریت داره بر اساس تصمیمایی که دارن میگیرن میره جلو. دیگه کار اونقدر فیزیکی نیست، بیشتر ذهنیه که ما رو خسته میکنه. حالا چطوری میشه که از این ذهنیت بهترین استفاده رو کنیم؟ مثل راه رفتن بش کنیم. مثل موقعی که داریم غذا میخوریم بش کنیم. مثل موقعی که نمیدونم اون راه رفتن خیلی بولتره. یه عادت به این شکل بدیم. شما اگه وقتی که داری راه میری، خب راه رفتن برات عادت دیگه، از وقتی که یاد گرفتی عادت کردی به راه رفتن. خب بدون اینکه بهش توجه کنی، یا حتی رانندگی. آره مثال خیلی باحالش رانندگیه. وقتی که یه مدت رانندگی میکنی، بعدش که یه کمی حرفه‌ای تر میشه توی رانندگیه، تمرکزت دیگه فوکس روی رانندگی نیست. میتونی صحبت کنی با سرنشینی که کنارت هست، میتونی موزیک گوش بدی، پادکست گوش بدی، به اونا میتونی توجه کنی. ولی کسی که دیدین تازه داره رانندگی یاد میگیره، اصلا نمیتونه این کارو کنه. باهاش صحبت کنید ممکنه بره تو جدول در این حد. خب این کارو باش کنی. فکر کن مثلا داری راه میری، به هر قدمت فکر کنی. به هر قدمی که داری فکر میکنی، اصلا عجیب غریب راه میری. بقول یکی از دوستا عجیب غریب شروع میکنی راه رفتن، اینکه به چیز دیگه هم نمیتونی توجه کنی. بعد جلو تو نمیبینی، یهو میخوری به یه نمیدونم در، دیوار، تیر برق. جلو پاتو میبینی، چالش رو میبینی، جلو اون جلویی که بالاتره رو نمیبینی. پس این عادت شکل دادنه خب خیلی به من کمک کرده الان. اینو عادتش کنم. من الان کار من چیه؟ مثلا اون کارو انجام میدم. خب طول میکشه که به عادت تبدیل شه، و اینکه هر چیزی یه بهایی داره. این نیست که من الان بیام از این دفاع کنم که تنبلی و مثلا راحت و تفریح و اینا. اینطوری نیست. الان باید یه سری کار کرد که زندگی راحت تری و شکل داد. هر چیزی یه بهایی داره. اون بهاش اینه که این هم یه مدتی، خب حالا حرفم کلیشه‌ایه، خب گفتم یه صحبت ساده کنم راجبش. اکسپرت نیستم و اینکه پروفشنال هم نیستم راجب این قضیه. on professional advice میدم بهتون. اینکه اون عادت تشکیل دادنه خب خیلی طول میکشه. خیلی که نه 20 تا 40 روز طول میکشه. برای من که حداقل اینطوری طول کشیده. خب بعد از اون دیگه اون کارو انجام دادن، کار کردنه، خب
دیگه براتون سخت نیست مثل قبلا. متوجه چی میگم؟ دیگه اونقدر ذهنتون رو درگیری نمیکنه. مثل راه رفتن میشه براتون، مثل رانندگی کردن میشه. دیگه اونقدر ذهنتو درگیری نمیکنه. مثلا تو دیگه میشینی سر کارتو داری انجام میدی، دیگه راحت میری جلو، روون میری جلو، کارتو انجام میدی. کارت هم که تموم شد، وقتی که میای سراغ تایم استراحتت، راحت از اون فیلمی که میخوای ببینی لذت میبری. ذهنت آزاده. میگی چی میگم؟ همش دیگه به اون راه رفتنه فکر نمی‌کنی. راه رفتن رو کار در نظر بگیریم، همش به اون راه رفتنه فکر نمی‌کنی. تو به هر قدم راه رفتن فکر کنی، مغزم چیز دیگه انرژی مصرف میکنه با در فکر کردنه. خب پس بره تو ناخودآگاه، بعدن خودکارونه انجام بده. الان دیگه ما مثلا به نفس کشیدنمون توجه نمی‌کنیم. الان نفس کشیدن عادیه، ولی وقتی که داری بهش توجه می‌کنی، یا برمیگره به حالتی که خودآگاهه. اون خودآگاه دیگه داره اذیتت میکنه، باید بهش فکر کنی که اون کارو انجام بدی، و اینکه این انرژی ازت میگیره. پس اون عادت شکل دادن درسته 21 تا 40 روز طول میکشه، سخته 21 تا 40 روزه، ولی از اون به بعد دیگه میتونی از سوداش استفاده کنی. دیگه اون عادت شکل دادن برای همه چی ممکنه. عادت کتاب بخونی، عادت برای خودت شکل بدی. اولا که مثلا کتاب میخونی، ممکنه اینطوری مثلا باشه که تا صفحه 10 میخونی، صفحه 1 یادت میره. اینجوریه. ولی وقتی که به عادت تبدیل شه، خودتو غرق میکنی توش، ذهنت جاهای دیگه نمیره. چرا اونو نمیتونی حفظش کنی؟ مثلا یادت بمونه اون 10 صفحه رو، چون ذهنت 1000 جا هست. این ذهن 1000 جا بودنه باعث از اون نداشتن عادت میاد، از اون چی میگن، خودکاریزه نکردنش، اون اتوماتیک نکردن کار میاد. وقتی که کارا اتوماتیک پیش برن، خب برای بدنت اتوماتیک پیش برن، تو مثلا فکر کن، یه مثال ساده بزنم. هر روز بلند میشی میری میدوی تا 20 روز 40 روز، خودتو فورس میکنی به زور، به زور میری میدوی. 41 امین روز، یا مثلا حتی روز 35 روز، اینا نری و دویی، یه چیزی احساس میکنی کمه. خب برای اینکه اونو دوباره پر کنی توی اون روزی که داری، باید بری بدوی. دیگه اینطوری نیست که مثلا وای بگی تنبلم، نه مجبوری بری. مجبور رفتنه که باید بری، یعنی این دراگ برات عمل میکنه. دقیقاً برای کار کردن عادت شکل دادنم همینطوریه. من یه مدت فیلم اصلا حوصله نداشتم فیلم ببینم، اصلا فیلم نمیدیدم، بازی گیم نمیزدم اصلا. الان شاید بگیم هدر دادن وقته، ولی من بهش فکر میکنم زندگی کردنه. یه چیزی میگفت، یه کتابخونه خیلی چیز، یه دکتر کرده اهل کردستان، یه کتاب نخونین، بچین بجین، برین زندگی کنین. خب منظورش این نیست که کتاب نخونین، خودش یکی از بهترین کتابخونه‌هاست و یکی از بهترین دکترام ایناست. منظور اینه که زندگی کنین، ربات نباشین. الان منم تازگی به این قضیه رسیدم، گفتم با شما به اشتراک بذارم. الان که اون حس رباتیکو تو خودم دارم از بین میبرم، دارم زندگی میکنم، احساس میکنم لحظات برام شیرین‌تر شدن. چرت و پرت دارم میگم، کلیشه‌ای دارم صحبت میکنم، ولی لحظات خیلی باحال‌تر شد. حاجی بیشتر حال میده. یه موزیک گوش میدم خیلی بیشتر بهم حال میده تا اون موقع. الان دیگه رو روتین دارم مثلا کارمو دارم میبرم جلو، حس بهتری دارم بعد از اینکه موقع تفریح کردن، یا اینکه حتی موقع اون کارم دارم انجام میدم، خب مثل یه دراگ داره برام عمل میکنه. دراگ نمیدونم، بازم دارم اشتباه میگم درست میگم، مثل دراگ داره برام عمل میکنه. اون جای خالیه که دارم رو پر میکنه. این عادت چک دادن این مزیت رو داره، باز میشه ذهنت آزادتر باشه در طی روز. با اینکه داری همه چند تا کارو با هم دیگه هندل میکنی، بازم ذهنت آزاده، بازم ذهنت توانایی اینو داره که کار بیشتری انجام بده. اینطوریه نحوه چیزش. حالا من اونقدر پروفشنال چیز نمیکنم، فقط صرفا من یه آدم معمولی هم که اینجا نشستم دارم راجع به تجربه‌ای که خودم داشتم صحبت میکنم، راجع به چیزایی که مثلا خودم راجعش فهمیدم صحبت میکنم، نه که به نظر شما نیاز دارم، اینکه با هم دیگه یاد بگیریم یه چیزیو. مثلا خیلی هستن موقع کتاب خوندنه داشتم با نفر صحبت میکردم که دوستا،
اینکه میخواست کتاب مثلا شروع کنه خوندن، یا مثلا یه کاری مثلا انجام بده، مثلا پادکست گوش دادن. اول که اصلا اکثر آدما نمیرن سراغ اون پادکسته که خیلی اکسپرت، خیلی حرفه‌ای، خیلی سفت مثلا میشینه پای یه چیزی صحبت میکنه، خیلی سفت مثلا میشینه پای یه مثال خیلی عجیب غریب زدم اونجا، مثلا فضانوردی میشینه صحبت میکنه، خیلی سفت، خیلی میکروفون روشنه، خیلی سفت مثلا میشینه راجع به قضیه صحبت، حال نمیده بهت، مگر اینکه مثلا تو هم تو اون قضیه یه پیش زمینه‌ای داشته باشی. اصلا ببین صحبتاشون نمیفهمی تو یه پیش فرضت گنده‌ای نداشته باشی راجبش. خب اون پیش فرض نیازه بس برای اونا. برای همین ملت میان مثلا معمولا پادکست معمولی گوش میدن که یه شخص عادی نشسته داره صحبت میکنه و اگه حداقل ادعایی نداره. یکی از اون کسایی که واقعا آدم باسوادیه، واقعا آدم باسوادیه که اینکه من ازش دارم یاد میگیرم. اینکه با شما پیشنهاد میکنم شما برین یاد بگیرین. یه قلوب چایی بهترین چیزه، بهترین نوشیدنی. تابلو اینجا کجه؟ تا حالا بهش توجه نکرده بودم تابلو اینجا کجه. مشخص نیست اونقدر، الان بعداً درستش میکنم. علی بندری خیلی به من کمک کرده. علی بندری و آقای سیدین و صدیق فر، اگه دارم درست میگم، اگه اشتباه میگم که بگیم من. خیلی بهم کمک کردن، خیلی بهم یاد دادن. خب و اینکه در نهایت اینکه باسوادن ادعایی ندارن، اینکه ما میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم و این خوبه. اینکه همه یاد بگیرن خوبه. نمیشه به همه به زور یاد داد، ولی خب اونایی که شوقشو دارن اینکه یاد بگیریم با هم دیگه خیلی خوبه. تجربه ها رو از تجربه هم دیگه استفاده کنیم. اینطوری الان دیگه اینطوری نیست. الان ما چرا داریم درس میخونیم؟ به خاطر اینکه تجربه یه سری از دانشمندا و چیزایی که یه مدت تجربهش کردن، خیلی سالها تجربهش کردن، اونو ما بخونیم روی برگ کاغذ، اون تجربه 10 ها 100 ساله رو توی نمیدونم یه تیک کاغذ ببینیم، یه تجربه اونا رو داشته باشیم. اینه، از تجربه همدیگه استفاده کنیم. الان شما مثلا این کامنت بذارین مثلا تجربه که از این قضیه دارین، اینکه واقعا ذهنتون سر این قضیه درگیره، مثل من خیلی درگیره. الان دارم بهترش میکنم، دارم هندلش میکنم. امیدوارم شما هم این کارو کنین، اینکه از الان به بعدم شروع کنین این کارو انجام دادن. اینکه همین دیگه، اون عادت شکل دادن به نظرم خیلی مهمه. ولی این قضیه عادت بازم کلیشه‌ایه. همه میدونن کار درست چیه، فقط نمیرن سمتش، منتظر تلنگ کنن. حالا من دیسکلیمر بازم بدم، اینکه من آدم حرفه‌ای نیستم، آدم پروفشنال نیستم، صرفا نشستم اینجا دارم راجع به سری قضیه صحبت میکنم و اینکه اگه ایرادی دیدین تو صحبتام که 100% هست، اگه ایده‌ای هست که میدونین که درست‌تر از ایده منه، بگین، با هم دیگه یاد میگیریم. طبق صحبت اون کسایی که منو میشناسن که بهم گفتن و اینکه خودم هم تازگی بهش پی بردم دیگه، آدم دوگیمی نیستم، آدم تعصبی نیستم روی ایده و نظرم. تعصبی بودن خیلی بده، شکستت میده تو زندگی. تعصبی نیستم، خیلی توجه میکنم به صحبت بقیه، من که انتقاد پذیرم. بگین حتما نظرتون رو بگین. اگه موضوعی هم دارین برای قسمت بعدی، قسمت‌های بعدی، بگین، سوال، اینا صحبت میکنیم راجبش. بعد اینکه لایک و ساب و اینا فراموش نشه. اگه از اسپاتیفای گوش میدین که فالو کنین. از کست باکس و ساوندکلاود خواستم آپلود کنم ولی با یه سری مشکلات برخوردم، ولی خب فعلا قسمت‌ها رو روی اسپاتیفای داریم. توی ساوندکلاود و کست باکس هم بعداً حالا میاد دیگه. بیسش روی یوتیوبه. مرسی که ساب میکنی، لایک میکنی، کامنت میذاری، دمت گرمه. این چنل دیگه هم دارم، اگه نمیدونی چنل ریاکت موزیکه، اونجا میتونی بری گوش بدی، بری ببینی. ریاکت موزیک شبیه هر ریاکت موزیکی نیست، نظر متفاوته، نظر کمی عجیب غریبه، شاید هم عجیب غریب نیست، برای بقیه عجیب غریبه، برای خودم که اوکی. اونجا رو ببینین، اونجا رو ساب کنین. و کیک ازی هم باحاله. و این کیک ازیه من نخوردم از اول اپیزود، نمیدونم شاید هم الانم نخورم، ولی clock is ticking man.
اگه نظری دارین راجع به صحبتایی که کردم، راجع به موضوعاتی که اینجا بیان شد بگین. من که عشق قلب و ماچ و بوسه شما رو خواهم دید. نه شما منو خواهید دید، اینکه نمیبینین صدا میشنوین. بوس به تک تکتون. ای